میخوایم سری بزنیم به گرونترین خونه آمریکا، 924 بل ایر رود، بل ایر، کالیفرنیا. هرچند ممکنه این خونه گرونترین خونه آمریکا نباشه، ولی حداقل گرونترین خونه ای هست که برای فروش فهرست شده. چهار طبقه به مساحت 38,000 سکوئر فیت، معادل 3,500 متر مربع، به قیمت 250 میلیون دلار در فهرست فروش قرار گرفته. این خونه شامل کلکسیونی از اتومبیل‌های جدید و قدیمیه، در مجموع به ارزش 30 میلیون دلار، شامل یک مرسدس بنز مدل 1936 به قیمت حدود 15 میلیون دلار. خونه مجهز به یک سالن بولینگ 4 خطه و یک سینمای 40 صندلی از چرم دستساز ایتالیایی. دیوار شکلاتی به قیمت حدود 250,000 دلار. دیوارهای خونه از اسکرین های بسیار بزرگ و با کیفیتی خاص پوشیده شده. گاو صندوق 20 فوتی به همراه 130 اثر هنری دیگر شامل این دوربین به مبلغ 1 میلیون دلار و این پلکان 3 میلیون دلاری این خونه رو از بقیه خونه ها مجزا کرد. آشپزخونه، 12 اتاق خواب و 21 حمام و فضایی بزرگ برای تفریحات و سالنی بزرگ و مجهز برای ورزش. استخر خونه مجهز به یه اسکرین هایدرولیکی است که از پشت استخر ظاهر میشه. ساختمان مجهز به محل فرود هلیکوپتر بوده و یک دستگاه هلیکوپتر هم به آن تعلق دارد. و نمایی بسیار زیبا از لس آنجلس، کالیفرنیا. سالن‌های اسپا و 12 اتاق خواب این منزل هر کدام معماری منحصر به فرد خاص خودش رو داره.
مالیات این خونه حدود 1,250,000 دلار در ماه برآورد شده. (924) بل ایر رود، بل ایر، کالیفرنیا.